یک اتفاق بسیار عجیبی افتاده، یک اتفاق باور نکردنی. ماشینای سایت جی تی ای همشون فقط و فقط $1 شدن. پس این ویدیو رو تا انتها نگاه کن که یک ویدیو بمبی شده و کلی ماشینای خفن می‌بینی. برو که با داشته باش. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی همه ماشینای سایت جی تی ای فقط شده $1. مثل که یکی هکشون کرده این سایت رو و شده $1 دیگه. به مدت 24 ساعت ما میتونیم با $1 یک ماشین بسیار خفن بخریم. ولی مشکل اینجاست که من هیچ پولی ندارم، نمیدونم باید چه خاکی به سرم بریزم. این مایکل پدر کشته همین پولاشو خرج کرده، واقعا اوف بر تو مایکل. و مشکلی نیست بچه‌ها دیگه. حالا بریم ماشینا رو نگاه کنیم ببینیم چه ماشینایی رایگان شده. بذار من این ماشینا رو نگاه کنم. وای بچه‌ها باورم نمیشه همه این ماشینا فقط $1 شده. به نظرم دیگه سیمیون دیگه باید بشناسین دیگه. یک زنگ به سیمیون بزنیم دیگه، نمایشگاه ماشین رو همه چی دستمونه. الو سیمیون جون چه خبر؟ الو سلام مایکل چطوری؟ داداش خوبم. میگم من خبر داری که دیگه همین ماشینا شده $1 مثل که یکی هک کرده و اینا. میگم تو ماشین داری دیگه؟ آره ماشین تو هم الان $1 دیگه. آره من ماشینم همه دیگه چاره ندارم دیگه، گذاشتم فقط $1. الان به مدت 24 ساعت همه ماشینا $1. پس واقعیه. آره پس من یک به نمایشگاه سر میزنم، یک ماشین پاشین اگه بشه ازت بردارم دیگه. فقط حالا من برسم بعد برید موضوع رو بعد در میون بذارم. بچه‌ها به مغازه سیمیون رسیدیم و چه ماشینایی اینجاست. ببینیم فقط چه ماشین خفنی آجی. برگامون دوتای آخری که خیلی خفن‌تر از همه‌شونن دیگه. این آبی هم چقدر خوش رنگه. نه خیلی ماشین خفن اینجاست. فقط خود سیمیون رو من اینجا نمی‌بینم. این ماشین خفنش که اینجا هست. بذار یک زنگ بهش بزنم ببینم این کجای. من اومدم نیست. الو سیمیون کجایی؟ من الان در مغازه‌ام نیستی. آره که من رفتم تا جای کار دارم. تو میخوای منتظر من باشی؟ میخوای لوکیشن بفرستم بیا اونجا اگه کارت مهمه؟ نه دیگه من میخوام ماشین بگیرم دیگه. ماشین میدونی که $1 رو از این حرفا شده. میخوام ازت ماشین بردارم. اومدم در مغازه که نیستی. حالا لوکیشن بفرست اشکال نداره میام دنبالت. مایکل رسیدی؟ رسیدم. اگه نمیرسیدم که اینجا نبودم. ببین فقط سیمیون میره سری اصل مطلب. همه ماشینا شده $1 دیگه. من اون دو تا ماشینی که اونجا پارک کردی، اون آخریه که پارک کرده بودی خیلی خفن بود، اون لامبورو و زنتورنو، من اونا رو میخوام. ببین آره همه ماشینا $1 ولی اون دو تا ماشین یکم خواستن برای من. ولی مشکلی نداره، من بهت اونا رو میدم. فقط باید دو تا کار رو انجام بدی دیگه. پولم که نداری بعد دو تا کار برام انجام میده. من بهتون دو تا ماشین رو میدم. اولین کاری که باید بکنی بعد این ماشین سفید زنتورنو هست که تو میخوایش، اون دو تا ماشین آخری همون جزوشونه، همون رو باید بری بدزدیش. پیش پای تو فرانکلین رفت دزدید از مغازم. تو باید بری پسش بگیری بردا برای خودت. این کار انجام بدی یک زنگ من بزن بعد میگم باید چی کار بکنی. باشه پس من باید برم ماشین فرانکلین رو بدزدم دیگه. زنتورنو دست اونو برای منه انگار دیگه. باشه مشکلی نیست. فقط من بعد اون بهت زنگ میزنم کار بعدی رو اوکی کن برام. خب بچه‌ها این فرانکلین کار کشته رفته اون زنتورنو رو دزدیده. چه سری دزدید. ما اومدیم اینجا رفته دزدیدش. بریم یعنی حاضر نیست $1 خرج کنه ولی خب ما میریم ازش میدزدیم و برای ما دیگه. برو بریم بدزدیم این ماشین رو. این فرانکلین هم اونجاست داره میره بچه‌ها. ای ولدمش گرم. بچه شاید باورتون نشه رفتم اون ماشین رو از فرانکلین دیگه دزدیدم و سریع هم رفتم گذاشتم تو گاراژم. ایزی پیزی و خیلی ماشین خفن و عالی بود دیگه. الان وقتش زنگ بزنیم به سیمیون، این مأموریت دومیه که گفت ببینیم چیه قضیهش. میگم این ماشین رو من از فرانکلین دزدیدم دیگه، برداشتم برای خودم و مأموریت دومی که گفتی چیه بگو برم انجام بدم و دیگه اون ماشین لامبورو رو برای من. باشه مشکلی نداره. فقط ببین مأموریت بعدی اینه. یک پارکینگ قرمزی هست تو باید بری اون ماشین رو منفجرش کنی. یک لوکیشنی هست برات میفرستم یک پارکینگ، یک ماشین اسپورت شده است برای اون منفجرش کنی. سریعتر برو منفجرش کنی. لامبورگینی هم من برات آماده میکنم توی نمایشگاه. برو برش دار. خیلی خب بچه‌ها لوکیشنی هم که فرستاده خیلی نزدیک. گفت یک پارکینگ قرمزی معروف هم هست و از این حرفا. یک ماشین اسپورتی رو بعد منفجر کنیم ببینیم حالا دیگه چه خبره دیگه. این ماشینه هسته نیسته. آها ماشینه اینه آجی. بچه‌ها ببین چه ماشین خفنی هم هست. من میگم این ماشین رو منفجرش نکنیم ببریم برای خودمون. ولی خب نه به سیمیون هیچ وقت نباید نارو بزنیم. رفیقمونه منفجرش کنیم و بریم دیگه. واقعا حیف من ماشین رو دیگه آتیشش زدم دیگه الان منفجر میشه. واقعا ماشین خفنی بود. حیف. الان منفجر شد دیگه. تموم بچه کار ما تموم شد. برو بریم از جا فرار کنیم. پلیسا ریختن. بچه‌ها بذار یه بار دیگه زنگ بزنم به سیمیون. حالا خودش گفت که من ماشین رو برات میذارم جای نمایشگاه برو بردار دیگه بعد از اینکه اون ماشین رو منفجر کرد. حالا بذار یک زنگ بهش بزنم بگم تمام شد دیگه. خب سیمیون ماشینی که گفتی رو من رفتم منفجر کردم. این ماشین لامبورگینی ما رو بده و بریم. کجای نمایشگاهی که گفتی هست؟ ببین پشت نمایشگاه دیگه. خب من پشت نمایشگاه الان نیست. باید بری پشت
پشت در نمایشگاه باش، واسه اینو ماشین رو بردارم. دمت گرم. بچه گفت پشت در نمایشگاه. در نمایشگاه میشه اینجا دیگه. نه اینجا و نیست. ها اینجاست. بچه بنازم چه ماشین خفنی برام گذاشته اینجا. دمش گرم واقعا، حلالش بابا. این ماشین خیلی خفنه انصافا. خب بچه من دارم با ماشین میکنم دور میکنم. این کیه؟ یه اصلا نگه داریم اینجا. این کیه اینجا؟ این کیه؟ باور نمیشه. افتاده مرده فکر کنم. بعد دم لباس فروشی. لباس فروشی هم خبر نداره یعنی. این چیه بچه؟ پول ریخته. پولاشو ورداریم بچه. سریع فرار کنیم. نزدیک 20 دلار داشت. سریع فرار یعنی. یارو رو بیخیال، مرده بود. پولاشو دیگه ما ورداریم و اگر کسی دیگه ورداشت 20 دلار رو ورداریم بریم کلی ماشین بخریم. ایوه. بچه اینم بود یک ویدیو چالشی که ماشینای جی تی آی همشون $1 شده بودن. و اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن که اگه لایکاش بره بالا حتما بازم پارت بعدیشو میسازم و نظر تو کامنت ها برام بنویس. و اگه میخوای ویدیو بعدی رو از دست ندی چنل من حتما سابسکرایب کن. تا ویدیو چالشه بعدی فعلا.